خب سلام دوستان گرامی. خوش آمدید به کانال دنیای زبانها. درس 27 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time 2. Hello everyone and welcome to our channel دنیای زبانها or Language World. خب اگر یکون کس باشد همینجا که نویسن که آواز هست و افیر چخیل هست. بلکسی سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. یکم لایک تشکر زیاد. دلشد تجه سلام علیکم. لایک از من ایمن. چه حال دارین معلم؟ شکری خدا سازم تنجیم. و علیکم سلام، خوش آمدین. بلکسی افیر 100%. جمیل آواز هست بهترین. خب کی بلکسی سابشنی برام آمده روز؟ بلکسی چه حال دارین؟ شکری خدا سازم تنجیم. سابشنی برام آمد نبرام آمد امروز؟ امروز سابشنی برام آمد. خب значит میشه یعنی بین این افیر و افیر دیگه باشه اگر سابشنیش میبرام آمده. و همون خاطر من کمتر ایستادم که 15 دقیقه شوه بعدا افیر گیرون کردم. از این پس ساعت 8:45 افیر قطع کردم در کار. افیر ترکی را و افیر انگلیسی را ساعت 9:05 شدن در کار. یعنی بین این و یک فاصله باشه خوب میشوه. دلشد بله معلم در تلفن ما خبر داد. بهترین. سلامت سربلند باشین. خب یک لحظه. زبان انگلیسی ششم لایک برادر. تشکر زیاد برای لایکتون. دسترخوان زیبا سلام با همه. و علیکم سلام. sad boy good evening dear teacher good evening. sad boy دلشد معلم بخشش در درس ترکی آمدن نتوانستم. هیچ گپ ندارد. بخیر انشالله. بلکسی علیکم سلام. اپای زیبا چه حال دارین؟ خدا شکر ساز. شما چه حال دارین؟ خب دوستان گرامی میرویم به سراغ کتاب. که در کتاب چی گپ و خبر؟ در کتاب چی گپ و خبر؟
اینجا با فیلم گرفتیم درس گذاشته. امروز از اینجا سر میکنیم. خب برادر ابوناچو رو دیدی چند کشیده؟ بله دیدم. زبانی انگلیسی پنجاه و چند بود بفکرم، 53. 53 شدیم. مبارک. دینا چند بودین؟ دینا بود پره بود با فیلم 18 بوده نه؟ اگر خطا نکنم 18 بود 19 بود، همین خیلی بود. خب when begin to listen, we are beginning. بله دینا 18 دینا بله درست میگه. خب خیلی خوب، یعنی خیلی زیادی خوب شده یعنی. و اگر اینجا بعضی خب شاگرد نمیگیم چون که ما معلم نیستیم یعنی استاد نیستیم، بعضی از دوستان هستن مثل دسترخوان زیبا اگر اینجا باشن در صاحب شست و مونن همین زبان انگلیسی را التماس، و کسانی دیگر اگر باشن که از 1000 زیاد باشن صاحب شست باشن کشاده باشه همین زبان انگلیسی را مونن یعنی دستگیری کنین. یعنی خوب میشه، کانال‌های فایده آور هستن یعنی برای مردمی تاجیک. Kasper Land, hello, my name is Mustafa. Hello, welcome Kasper Land. سمیت تجربه رسی 8 لایک. سلام علیکم و علیکم سلام. تشکر برای لایکتون، خوش آمدین. خب کی باشد؟ امروز را نشون دادیم. امروز نوبتی کی است؟ دنیای رنگین کودکان. نمیدونم دینا آمدن. خب از تماشا اپای مادر تجای ستورامو کتاب دا میگذاریم. خب امروز موضوعی have یعنی داشتن، دارا بودن، مالک بودن، این موضوع رو امروز میگیریم. و از دوستانی که زبان انگلیسی رو خوب میدونن یعنی از ما دیده خوبتر میدونن خواهش میکنیم کمک ما کنن تا که با کمک یکدیگر به پیش رویم. در اینجا خب رسم یک کمان دیگر کنیم چیه پس اینجا دیو سوال کرده است که what do you want زوی، what do you want زوی، what do you want زوی، یعنی تو چی میخواهی زوی. بعدا زوی میگه strawberry milkshake please، milkshake please، یعنی استرابری همون قلفینای میشود یا که همون چی کلوبنیک با زبان روسی، کلوبنیک. خب اینجا کامنتاری اومده است. دلشد تجای اکی زبان انگلیسی کانالی آواره 9 کیلومتر روید دستگیریتون میکند با 10 کانال و میگه که کسی در رکلام خود رکلامش میکنه. سد بای هف داشتن، بله داشتن میشه که سیمیت جبرسی خوش باشید برای بلکسی. سد بای چی میخواهی؟ بله چی میخواهی زوی ترجمه میشود. دلشد با کانال که یوسف است، یوسف تجا که یوسف هم با 10 کانال دستگیری میکند. کلوبنیک، بله کلوبنیک. What do you want یعنی چی میخواهی تو زوی. Strawberry milkshake please. milkshake چی میشود که set boy زبان انگلیسی هم جستین. set boy زبان انگلیسی milk خیلی شیر میشود، اما shake فکر میکنم فشردن هم میگن، تکان دادن هم میگن، اما milk shake در یک جایی چی ترجمه میشده باشد؟ please. با سراغ استاد گوگل برم که اون کس یاردم میکنه، اون کس هست. اینجا
Kira gapi time is gold nakhonde ma'azarat. Time is gold. Hello teacher and my best friends. Hello time is gold. Welcome. خب کوکتل شیری خوش آمده. time is gold. کوکتل شیری می شود. کوکتل شیری. خب کوکتل شیری شود. خب کی زوی میگه که استرابری میلک شیک پلیز، یعنی کوکتل شیری کلوبنیکی مثلا کلوبنیکی. بعدا دیو میگه اوکی. خب رسمی دیگه من نگاه کنیم. Do you sell strawberry milkshake؟ میگه تو خب چگونه که بلکسی ترجمه کردن کوکتل شیری مثلا клубники میخواهید. клубничный сок. Sad boy клубничный сок ترجمه کردن. خب مثلا do you sell strawberry milkshake، یعنی سوکی клубники یا شربت قلفینویی آیا شما میفروشید؟ خب از فروشنده پرسیدید. بعدا من میگم no I don't یعنی نه من نمیفروشم. رسمی سیمی من یکنیم they don't have strawberry milkshakes زوه. میگه اونها سوکی چی ندارن، مثلا کلوبنیچنی یعنی شربتی قلفینویی یا کلوبنیکی ندارن زوی. بعدا زوی در جمله okay can I have a chocolate milkshake then، یعنی میگه خوب آیا من میتوانم که داشته باشم که مثلا سوکی شکلاتی مثلا. then یعنی سپاس، یعنی سوال کرده سپاس، یعنی time is gold. thank you چه اسمه خون клубничный коктейл. تشکر زیاد برای کمک کردنتون. خب چهارم do you sell chocolate milkshake؟ میگه آیا شما سوکی چی ترجمه کردن؟ клубничный سوک. خب клубник دبل استرابری. در اینجا چاکلیت سوکی کوکتل شکلاتی میفروشین. کوکتل شکلاتی آیا شما میفروشین؟ خب در جواب باز فروشنده میگه no we don't sell chocolate milk shake. ما سوکی شکلاتی نمیفروشیم، کوکتل شکلاتی مثلا نمیفروشیم. و رسمی پنجم دیو میگه well what do you have؟ میگه خوب، یعنی عصبانی شده. خوب شما چی دارین؟ what do you have؟ شما چی دارین؟ و در جواب فروشنده میگه I have mugs and shirt that lady over there has milkshake. یعنی میگه ما مگز نفهمیدیم معنیش چیه، یا کس دون اگر ترجمهش کنه خویش میکنیم. یعنی ما کرته داریم، مگز داریم، کرته ها یعنی پیراهن ها داریم. اون خانم یعنی لدی خانم اونجا چی دارد؟ کوکتل دارد، مثلا کوکتل میفروشد، کوکتل دارد. sorry یعنی بخشش، یعنی جای خطا آمده است، جای لباس فروشی آمده است، اما چی پرسیده؟ سوک پرسیده مثلا. said boy well what do you have؟ شما چی دارید؟ بله بلکسی کروژوک ها مگز کروژوک ها میشده است. خب اکنون در ترتیب جمله بندی میگذاریم، یعنی جمله ها statements، جمله ها positive مثبت، negative منفی. جمله های مثبت رو نگاه کنیم که چه خیلی جمله بندی میشن. مثلا I, you, we, they همش have میگیرن. مثلا I have a milkshake یعنی که you have a shirt، you have shirts در این جمع است. اگر تنها باشد a shirt میشود. یعنی که he has shirts و کرته ها دارد مثلا. خب این بود جمله های مثبت. اما جمله های منفی مثلا I do not شکل پره، شکل اختصار شدهش I don't have a milkshake یعنی من کوکتل ندارم مثلا. یعنی که he doesn't have shirts و کرته ها ندارد، یعنی کرته ندارد. بخشش مایکه، تیشرت مایکه می شود، شیرت کرته می شود، تیشرت مایکه می شود.
questions یعنی جمله های سوالی. Do I have a milkshake؟ آیا من کوکتل دارم یا همون ساکی که ترجمهش دارم. Do I, do we, do you, do they همش have میگیرد. اما مثلا برای شخص سیوم he, she, it با does سوال میکنیم. Does he have shirts? Does she have a milkshake? Does it have shirts مثلا. خب در جمله های جوابی میگذاریم. short answers یعنی جواب های کوتاه. Yes I do, no I don't. Yes I do, no I don't. خب yes she does, yes he does, no he doesn't, no he doesn't. یعنی شکلی اختصار شده doesn't، اما شکلی پره مثلا does not است. does not. خب اینجا رو نگاه میکنیم. read and write have or has, don't have or doesn't have. میگه در اینجا نویسین، اول خوانین و بعدا نویسین. چی رو نویسیم؟ have یا اینکه has یا اینکه don't have یا اینکه doesn't have. همین 4 تا رو در جاهای مناسب می نویسیم. خب زوی doesn't have، خب علامت خطا رو دیدیم. زوی doesn't have a brother or a sister، یعنی میگه که زوی خواهر یا برادر doesn't have a brother or sister، میگه زوی خواهر یا برادر ندارد. she، خب اینجا جمله درسته. she در اینجا چی میآید؟ رقم 2. اگر خرد باشد کمتر کلانش کنیم. خب کلانی بد شد. 180 دمونیم. چقدر شد؟ تمرین کار کردن میخواهید. اگر بخواهید مثلا یک جای کار کنیم. اگر بگه که بگیم خسته هستین فقط میخواهید گوش کنید، پس کار میکنیم. خب فکر میکنم که کار کردن میخواهید، چون که علاقه کامنت اومد. بلکسی دویم she has 5 cousins. خب یک لحظه. چی نوشتین؟ she has 5 cousins. درست، بله تشکر بلکسی، دل شد. she has 5 cousins. درست، cousins بله. set boy میخواهیم خودمون کنیم. بله بفرمایید شما جواب تین من میخونمش. رقم دیوراس همینجا رقم 3. بله دیوراس در از ما از چی بینون. بله دیوراس رقم 3 رو کار کنیم. رقم 3. she also has pet corgi. Her pet parrot. Sometimes he's naughty but he's often very funny. خب значит در جای خالگی she also has میاد. میخونه has. بله has corgi. her pet parrot یعنی وای این چونین حیوان خانگی دارد، توتی. Sometimes he's naughty but he's often very funny. خب بلکسی she also has pet. بله بلکسی درسته. sad boy کجا شدین؟ گفتین کار میکنیم همینجا هستین. همینجا باشین. اگر مرحبا رقم 3 4 یعنی رقم رو نویسین جواب نویسین که در اون جای خالگی مثلا چی میآید. بلکسی چورون. Dev has a little sister. Dev has a little sister. بله Dev has a little sister, Susie. She is 5 years old. Dev and Susie. خب جای خالگی ده چی میاد؟ پنجم. Özcan yaz. Selamun aleyküm Mustafa Bey. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Dilşot TC. Dev 4.
یعنی چهارم has a little sister Suzy she's 5 years old. بله درست. دل شکسته ما گوش دارم علیم. سلامت باشین. تشکر زیاد. Black Sea پنجم have a big family. بله درست میشود. Sad boy پنجم has. نه پنجم has نمیشود. have میشود. برای چی؟ با خاطر نگاه کنید که she is 5 years old جمله تمام شد. در اینجا Dave and Suzy یعنی Dave and Suzy دو نفر میشوند. دو نفر که شد الکی شکل جمع میگیرن یعنی به معنای they است. they که آمد الکی یعنی have میاد. have a big family یعنی عائله کلان دارن. مرحبا ششم. Özcan yaz iyiyim teşekkür ederim abi sen nasılsın iyiyim çok teşekkür ederim ben de iyiyim sağ olun. خب یا ما تریخ سنوی سلام گوتستان علیکم سلام خوش آمدین دلشو تجه Dave and Suzy have بله have می شود have a big family بله. Özcan yaz sen anlat ben dinliyorum dersi. Tamam tamam inşallah. Teşekkür ederim. Özcan kardeşim. Black Sea şaşım they have. Bale they have می شود. They have خب 42 aunts, uncles and cousins. یعنی اونها 42 خاله و عمه دارن، عمه تقا دارن و جیان ها دارن مثلا. خب they خب در اینجا چی میاد؟ علامات خطا رو نگاه کنیم. دقت کنیم به علامات خطا. they خب ششم they have 42 aunts, uncles and cousins. بله درست. کی جوشتن said boy هفتم they don't have a pet. They don't have a pet. بله درست. یعنی اونها حیوانی خانگی ندارند. معذرت I'm sorry. brain در اینجا چی میاد؟ brain رقم 8 brain خب Black Sea 7 they don't have a pet بله دلشو they don't have a pet. خب دلشو تجه در بین قوس they نوشتین they نمیاد they میاد they. خب sad boy ششم have خب ششم کجا شد؟ they have بله they have درسته که sad boy درست جوابتون. they have 42 aunts, uncles and cousins بله. خب حاضر ما در رقم 8 رقم 8 کار میکنیم. خب brain don't have a sister بله درست. دلشو تجه Black Sea brain don't has کی Black Sea don't has نمیاد. خب کی دلشو خطا کردیم خطا گفتم. brain doesn't have میشود. brain doesn't have a sister کی Black Sea brain doesn't have میشود has نمیشود have doesn't have. باز قاعده را باید نگاه کنیم. جمله اینکاری خب چه شد؟ negative doesn't have نگاه کنید اینجا doesn't have یعنی he doesn't have she doesn't have. خب she doesn't have رقم 8 نه brain doesn't have a sister بله درست شد. ما بلاگر تجه و هر دو کانالام لایک موندم علیم. سلامت باشین تشکر زیاد. Black Sea هشتم brain doesn't have بله درست شد. Black Sea دل شد تجه درست شد. رقم 9 he خب جای خورگی ده چی میاد؟ he have a brother کی دلشو تجه have برای جانشین های شخصی جمع می آید. مثلا I you we they
اما در اینجا جانشین شخص سیوم است. خب بله بلکسی has میشه. بله he has a brother. دل شد تجه he has a brother. بله نه درست شد. he has a brother. His name's Lan and he's 20 years old. Brian also. خب در اینجا خارگی چی میاد؟ دهم. Brian also said boy نهم has. بله he has a brother. His name is Lan and he's 20 years old. Brian also. در اینجا خارگی چی میاد؟ Brian also has کی بلکسی has میآید. has همراهی جانشینی های شخصی he she it میآید. دل شد تجه his name's Lan and he's 20 years old. Brian also have a cat. Her name's Ginger. کی دل شد تجه has میآید. has. Brian also has a cat. Her name's Ginger. جینجر یا گینجر. خب از روی قاعده باید که جینجر خوانده شود بخاطر که بعد از حرفی G I E Y آید اگر G خوانده می شود. جینجر. Brian also has. بله بلکسی also has می شود. دل شد تجه بله Brian also has a cat. Her name's Ginger. بله said boy has. بله has می شود. خب تمرین رقم 2 در اینجا نگاه کنیم complete with the correct form of have. میگه که کامل کن پر کن همراهی شکل درستی have. یعنی مقصد که در اینجا بعضش شاید که have بیاد، بعضش has بیاد، بعضش مثلا don't have باید شاید بیاد. مقصد که همین شکل درستی have رو در اینجا استفاده کن، پر کن، کامل کن. مثلا he and she has. he and she وقتی که he and آوردن he and she his علاقه چی می شود؟ have می شود. خب علاقه خودتون جواب دادن have می شود. بله در اینجا نگاه کنیم The Chronicles of Narnia is a great film. I have it on DVD. I have آمد در اینجا درست. Great. Can we watch it؟ آیا میتونیم اون رو تماشا کنیم؟ خب yes of course. بله البته. خب در اینجا خارجی چی میآید؟ رقم 2 را نگاه کنیم. رقم 2. رقم 2 دوستان گرامی، رقم 2 یعنی do you have a DVD player in your home؟ درست. بله بلکسی تشکر زیاد. خب رقم 3 دلشو تجه do you have a DVD player in my room؟ in my room. وقتی که دلشو تجه سوال با مخاطب شدیسته یعنی do you have. وقتی do you have که شد علاقه your می شود. your room یعنی اتاق خودت. اگر در اینجا I میشید مثلا do I have a DVD player in my room میشید بعدا my آوردگی شما درست میشید. در اینجا جملتون همش درست است، فقط در جای my your بیاره تمام. said by Pravina. خب رقم 3 چی میاد در روی رقم 3؟ رقم 3 no I don't. بله no I don't یا no I don't have یا اینکه no I don't. هم don't که شد یعنی ندارم مثلا no I don't. let's go to my house یعنی بیا با خانه من رویم. then I خب در اینجا
let's go to my house then I خب رقم 4 چی میاد؟ این دیگه جمله است. رقم 4. رقم 3 let's see no I don't have بله رقم no I don't have دل شده بله رقم 4 چی میاد؟ رقم 4 I have بله I have a DVD player in my room great بله درست شد I have a DVD player in my room بله درست شد یک بار بنویسیم شما اوکی خیلی وقت میگیره وقتی زیاد میره خب رقم 4 جواب دادیم I have رقم تمرین 2 رقم 5 I need your help من با کمکتون نیاز دارم It's my cousin's birthday today یعنی امروز روز جیانی من است and I خب در اینجای خالگی پنجم do you have do رقم 2 do you have بله که said boy درست رقم 5 دل شد تجه I have a present for him I have present for him I don't have a present for him با فکرم که don't میاد که حاضر اگه بارگاه خونیم I need your help It's my cousin's birthday today and I don't have a present for him Does he have a baseball cap? در اینجا کی جواب داده بود؟ I have اینجا I don't have به خاطر که میگوید که من هدیه ندارم یعنی با کمکتون نیاز دارم یعنی که بیا هدیه برای من انتخاب کنیم مثلا در اینجا don't have است و چه اسم میخون I have a present و فکر من I don't have هست I don't have a present for him من برای وی هدیه ندارم خب بعد شریکش میگه که در جای خالگی شش نویسین 6 don't have said boy I don't a present for him درست دل شده جه said boy I don't have ولی درست said have don't have میشه اگر 5 در نظر داشته باشین I don't have a present for him دل شده جه don't have said boy چورم کجا شد have let's go to have I have a DVD player خب درسته ما در رقم 5 ملکه رقم 5 اگر آماده باشین رقم 5 جواب دادیم رقم 6 رقم 6 رقم 6 Does he have a baseball cap? بله درسته بلکسی رقم 6 درست مصطفی تجه ف ب سنوشتن که نفهمیدیمش او چه اسم میخون Does he have a baseball cap بله درسته او چه اسم میخون said boy پنجم haven't پنجم I haven't I don't have کی said boy haven't نمیشود don't have میشود و haven't گفتگیتون اگر از جمله I got have باشد اگر بعدا جمله منفیش I haven't میشود I haven't got مثلا نشد تجه Does he have a baseball cap بله درست مصطفی تجه fight نفهمیدم said boy I haven't punch I haven't نمیشود I don't have میشود کی said boy دلشد تجه yes he has بله درسته کی دلشد تجه درست
لکسی هفتم yes he has درست اوچه اسم خون yes he has درست set boy ششم does he have a baseball cap بله درسته set boy درباره گفتن که haven't حاضر موضوع ما have تاقه است have got نیست اگر موضوع have got میشد پس گفتگیش ما درست بود نگاه کنیم که جمله سوالیتون با does آوردن does he have اگر موضوع ما have got میشد جمله سوالی با have شروع میشد مثلا has he got a baseball اما در اینجا does he have است مثلا said boy does بله does چه اسم خون چوبا من بر وقت می نویسم و به وقت می رود من اول خیلی فکر کردم که مثلا در جمله ششم میگم البته جواب‌های 4 اومده استن 3 اومده استن مثلا شاید در میاد نمیدونم دلشاد تجه that's a good idea he has a CD wallet چی he has a thanks یک لحظه what about a CD wallet for his CDs یعنی درباره جزدانی CD ها چی نظر داری چی فکر داری مثلا that's a good idea he کی در اینجا doesn't میاد کی بود نمیشه دلشاد تجه در اینجا doesn't میاد یعنی he doesn't have a CD wallet thanks یعنی وای سمکای CD مونک ندارد یعنی اینجا مصلحت رفته که چی بگیریمش وقتی پرسید که بیسبال کپ داره مثلا گفت بله داره گفت که سمکای CD مونک داره بعدا گفت که این فکری خوب است وای سمکای CD مونک نداره doesn't میاد doesn't have مثلا said boy هفتم he has بله درست he has درست اوچه اسم خون he doesn't have a CD wallet a CD و wallet نوشتن شما wallet می شود wallet خب بله doesn't می شود he doesn't have a CD wallet thanks یعنی تشکر خب look at exercise 2 یعنی با مشق دوم نگاه کنین change the words in red to make new dialogues یعنی کلمه هایی که با رنگ سرخ آورده شدن اونها را تغییر دهید و یک گفتگوی نو بسازید use these ideas یعنی این فکرها را استفاده برید کریستیانا آگویلرا نام هستین singer her new CD listen to a CD player my friend's scarf photo album for her photos یعنی مقصد اوچه اسم خون والد بله درست مقصد که همین ها را همین رنگی سرختی آورده است همین ها را شما تغییر بتینه از پیچختون با یک دیالوگ دیگر بسازید خب با همین موضوع have در همین جا انجام میرسد 2 صفحه شد یعنی هم دیالوگ خوندیم هم گراماتیک خوندیم و هم تمرین کار کردیم در همین جا موضوع با آخر رسید موضوع درسی آینده present continuous یعنی زمانی حاضره دوامدار یعنی یک کاری را که ما عینی حال اون را انجام دادستیم مثلا در اینجا میگه که what are you doing here یعنی تو در اینجا چیکار کردستی میگه it's a TV show about pets کار که we are in it یعنی ما حاضر چی است it's a TV show about pets یعنی برنامه تلویزیونی است درباره حیوانات خانگی کار که we are in it یعنی کار که ما در همون برنامه هستیم مثلا خب در اینجا گفت که what are we doing یعنی ما چیکار کرده استیم یعنی عین زمان عین حال ما چیکار کرده استیم مثلا خب این موضوع درسی آینده است در درسی آینده خواهیم گفت ان شاء الله خب با همین درس امروزه به پایان رسید یگان سوال و پیشنهاد داشته باشید مرحمت بفرمایید یگان کس خطاگی ما را اصلاح کردنی باشد منتظریم خطاگی ما را اصلاح کنند یگان نصیحت داشته باشند ما را نصیحت کنند یگان
саволҳо бошад бутиян, агар бидонем ҷавоб медиҳем, агар надонем мегем ки мо намедонем. He doesn't have a city, вале бале. Sad boy ҳаштум has. Black sea Dilshod 13, Black sea 13, Sad boy 8, Сумайхон Сабринахон 4. باهایی خالها بدن خالها. خب تشکر زیاد Black sea Dilshod تجه thank you teacher goodbye good night. You're welcome Dilshod تجه goodbye. Dilshod تجه thank you Farhod brother good night. Good night. خب در همینجا درس امروز به پایان رسید. تا درس های نوبتی در امان خدا باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. خب اوچه سمیه خان به همه خیر پناهتان به خدا. رحمانی سلامت باشین. اوچه سمیه خان تشکر زیاد برای اشتراک، برای دستگیری. دلشد بهاتون 5، سد بای بهاتون 4، اوچه اسمای خون بهاتون 4. سد بای با فکرم که باری اول از اشتراک دارین یا که اشتراک میکردین و نامتون علیش کردین اومدین. خب درسای ما هر روز ساعت 8 زبانی ترکی است و هر روز ساعت 9 زبانی انگلیسی است. خب دیگر در زبان ترکی یک نفر کم یک تحقیر کردم بگیم که ما مثلا از گوگل دیده چی کردیم، ما کلمه را ترجمه کرده بودیم، یعنی بانکا ترجمه کردن که کرسی باغ میشد، کرسی که در باغ هستند، اما به خاطر که نشان دهیم که همون کرسی چه خیلی است اون را خواستیم که برای شما پیشکش نماییم. اما در هر قریب در هر افیری که در هر افیر نباشه چند افیر پس اعلان میکنیم که ما زبان انگلیسی را به درجه عالی نمیدونیم، همون قدر میدونیم که میخوایم که یک از دیگر کمک کنیم، همین قدر میدونیم، از این زیاد نمیدونیم. و کسانی که خوب میدونن میتونن که ما را کمک کنن، اصلاح کنن، با هم همین زبان را آموزیم رویم. یعنی چی جای ضرر دارد که از یک افیری که یک چخچخ خالی باشد و این افیر یعنی زبان آموزه. مثلا اگر چنده که من تماما همین زبان را ندانم، مثلا تماما ندانم، اما چه جای بدی دارد که مثلا ما همه کسا با هم یگان کسی جا معلم نیست ما می آموزیم. من چند بار تکرار کردم که مرا استاد نگوید، معلم نگوید. خب میتونیم با اکا مراجعت کنیم و دفتر مراجعت کنیم، با هم چو کنیم آموزیم رویم. اوچه اسمه خون بلکسی تشکر بلکسی thanks teacher you're welcome good night teacher good night بلکسی سید بای بوار کن ما ای مسکو می نویسم دیر می روه سید بای اینترنتی ما توپیت میکنه و فکر بخیره انشالله. سید بای رحمت بو که درس پگه ساعتی 9 زبان انگلیسی را اگر در نظر داشته باشه ساعتی 9، زبان ترکی هست، زبان ترکی ساعتی 8 است. من امیر رو подписаться کردم. فهمو. سلامت باشین برای دستگیریتون. یک نفر دیگه امروز در اومده بود، گفتن که ما با زبان انگلیسی گفتن که ما زبان انگلیسی را از تو خوبتر میدونیم. بله برادری عزیز، ما نگفتیم در یگان جو که ما زبان انگلیسی را از همه تاجیکا دیده خوب میدونیم، یعنی که مثلا بیاین افیری ما که ما زبان انگلیسی را به درجه عالی میدونیم، شما میتونید به درجه عالی از ما یاد گیرید. ما این خیلی نگفتیم، ما گفتیم که همون قدر میدونیم که میخوایم که یک از دیگر یاد بدیم، یعنی کمک کنیم، همین قدر میدونیم، از این زیاد نمیدونیم. اگر همین قدر برای کسی لازم باشد مرحمت کنید، یعنی اگر لازم نباشد مجبوری نیست، یعنی پولکی نیست، مجبوری نیست. و با چی بگیم، یعنی اختیاری است، یعنی کسی خواهد میاد یک حرف یاد میگیرد، کسی اگر وقت نداشته باشد باکی ندارد. یک دوست گفت همین خیلی درس ها подписаться که سلامت باشین. تشکر زیاد. چای سمیخان اهمیت ندین، آدما با دهانشون بیاید گپ زدن میگیرن، دوام دادن گیرد. سلامت باشین. تشکر زیاد برای دستگیریتون.
این гапҳо моро бо қувват мебахшанд, бо хубтар давом медиҳем иншоалло. Садбой класс, спасибо большое. Пожалуйста. خب تشکر از یکی شما که اشتراک کردین، دستگیری کردین. با همین درس امروزه رو میخوایم به انجام رسونیم. یا اون کسی اون گفتنی نباشد میخوایم افراد قطع کنیم. کلوب 003 Good evening teacher. Good evening. Welcome Club Dunya World. Hello everyone. 20 like from me. Thank you Dunya World. بچه اسمای خان سد بای هر روز بیاید. زبان انگلیسی تمام کردین درس. بله اینو ناو میگیم که تمامش کنیم. نبودین چی رفتی درس. اگر وقتتون باشه اشتراک کنین، گاه ما شاید خطا میکنیم و دستگیری کنین، کمک کنین، خیلی خوشحال میشیم. البته اگر وقتتون باشه، لیکن یعنی شما خودتون زبان انگلیسی را میدونین، نیاز به درس‌های ما ندارین. از بابی کمک کردن گفتیم اگر وقتتون باشه اشتراک کنین. سمیه تجربه معلم، من از شما خیلی چیزا رو یاد گرفتم. سلامت باشین. تشکر زیاد، خیلی خوشحال شدیم. بچه اسمای خان خوش آمدین. همتون دیر موندین. پگاه 9 بیاید. بله. سمیه تجربه زبان ترکی. بله. تشکر زیاد سمیه تجربه. یکی از شخصانی هستن که دویم دستگیری میکنین و میاین خاکساری میکنین، تواضع دارین، اشتراک میکنین و فکر میکنین از ما خوبتر زبان انشالله که میدونین، نیاز به درسای ما ندارین، لیکن از باب دستگیری و خاکساری و اشتراک کردن در درس ها میاین اشتراک میکنین. موفق سربلند باشین. میندار هستیم. زبان انگلیسی بله نبودم برادر. خب خیره انشالله. کلوب 03 Master, I have just arrived. Okay, no problem. سمیه تجربه تشکر بر شما معلم برای زحمتتان. سلامت باشین و شما تشکر که قدر میکنین. تشکر زیاد. اینجا کلمه thank you بود، نیافته استمش در اکران برو آورده بود کدونه امروز خیلی نیافتیمش. خب کی باشه؟ آچه اسمای خان لایک فراموش کردم. سیدم لایک. تشکر زیاد آچه اسمای خان. Sad boy, okay. Sad boy, good luck to you. Thank you. Club 03, thank you both. Dear master, you're welcome. Both به معنای چی نوشتین کلوب؟ به معنای اگر boss یعنی سردار باشه، اگر شیف باشه با 2 نوشته میشه boss. اما اگر به معنای باز شاید برازر شاید نوشته باشین. خب خیلی انشالله. زبان انگلیسی ما افیر کنم چند کس میام افیر کنین کی زبان انگلیسی افیر کنین، حتما افیر کنین. ما میریم همین چند نفر که هستیم اینجا با افیر شما میریم. فقط وقتش معین کنین که کی افیر میکنین تو که مردم بدونن که کی افیر میکنین. البته درس ما رو مثلا بسیاری میدونن که ساعت 8 یعنی 8 ترکی 9 انگلیسی 8 ترکی 9 انگلیسی وقتتون رو معین کنین و این خوب است، یعنی پیشروی کانالتون میشه. فروخشو سعیدوف 14 لایک بگی. زنده باشی شیرین حرکت. تشکر زیاد فروخشو سعیدوف. سلامت باشی برای دستگیریتون. بچه اسم خانم معلم اکرام به چی موندین؟ اکرام به کلمه thank you گفته سادم که نگفتم دیگه هم موندم. نوشته که don't forget to subscribe and like the video. یعنی
обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш насозед навишта шудааст. Фарохшод Саидов, мо бо шумо саломат бошед. Ташаккури зиёд. Saidboy, I am glad to. خب درس گذشتم کلمه سینک رو یک جایی افتاد بودیم دمی روی اکران مونده بودیم. امروز خیلی نیفتیمش. یافتیم. خب چه سومه خان کی club there is a lesson every evening. Yes, every evening at 9 o'clock. چه سومه خان چی نوشتین کور کردین خنده روی کردین. سمیت جیورسی خدا نگهبان. شبای خوش به همتون. سلامت باشین. سمیت جیورسی. خوبی کلمه سینک روی افتی موندیم بو نشد. خیلی با همی روی مونیم. خیلی دیگه افیر قد میکنیم که باز فردا سمیت جیورسی خدا نگهبان. شبای خوش به همتون. سلامت باشین. سمیه خان خیر خوابای رحمانی. سلامت باشین. با شما نیز خوابای رحمانی. خب این برآمد کلمه سینکیو. خب زبان انگلیسی انشالله روز سه شنبه ساعتی 6:40 سرش میکنم. الله راضی باشه. اگر 6:40 با وقتی تاجیکستان یا با وقتی مسکو با کجا؟ به خاطر که 6:40 اگر باید که وقتش معین چکنین اعلام کنین که با وقتی که جای تو که تو نمی اشتراک کرده با وقتی مسکو باشه اگر 6:40 تمام من خودم 5 از کار میبرم 6:40 میتونم انشالله اشتراک کرده. خب کلوب thank you teacher for attending classes for this day. You're welcome کلوب 003. زبان انگلیسی بله تاجیکستان وقتی تاجیکستان باشه ساعتی 6 تاجیکستان مدت 4 میشه. 4 روز سه شنبه ساعتی 4 میشه. من ساعتهای 5 روسیه کار میبرم. یکون امکان نداره که ساعتهای مثلا 8 مثلا بکنین 8 تاجیکستان به اینجا 6 میشه مثلا. دسترخوان زیبا ما همه جایم. سلامت باشین. خب اگر امکان داشته باشه ساعت 7-8 بکنین خوب میشه. نه که اگر امکان داشته باشین همین ساعت بکنین. چند دقیقه خطان را موافق است مثلا افیر کنین. فقط به خاطر ما مثلا وقت اون تغییر ندین. شاید که من اوزی وقتی را میگم که در وقتی من گفتگی شاید در اون کس نمیاد اما در وقتی گفتگی شما شاید که 5-6 نفر زیاد بیاد مثلا. و همون خاطر کدام وقتی را که خطان مناسب میبینیم همون وقت مانین سرش کنیم. سه شنبه ساعتی 6:40 با وقتی مسکو ساعتی 6:40. خب انشالله کوشش میکنیم که اشتراک کنیم اگر چند وقتی کارم هسته میشه. برادر ما برای شما جانمون رو دریغ نمیداریم با افیر چیه. سلامت باشین. نه ما را فقط در نظر نگیرین وقتی خطان در نظر بگیرین که کدام وقت برای خطان مناسبه پیشکی اعلام کنین تا که مردم بیان. مثلا امروز چهارشنبه امروز یک شنبه اگر وقت شمایان کنیم پگه ما در درس اعلان میکنم. پگه بگه هم در درس ترکی اعلان میکنم هم در درس انگلیسی اعلان میکنم که
хуб, канали забони англисӣ эфир дорам пага, яъне рӯзи сешанбе соати чанде ки хитон бумоненаш. хоб дӯстон, дар ҳамин ҷо ки хайрихош мекунем, чанд бор гуфтем хайрихош менем, ҳеҷ ҷое нест ки гапҳо бас кунем. бо иншоалло гапҳои боқимондаро пага дар дарси туркӣ давом медиҳем. Туркӣ соати 8, англисӣ соати 9. хоб, соати 8 рӯзи сешанбе эълон кун. Бале, хеле хуб. Значит ба вақти Москва соати 6. хоб, беҳтарин, соати 6 бошад зур. хоб, пага бега иншоалло эълон мекунем, пага душанбе пага эълон мекунем, яъне соати 8 шумо Тоҷикистонро дар назар дорем, мо ба соати 6 эълон мекунем. мегӯем соати 6 ба вақти Москва эфири бародари забони англисӣ оғоз меёбад. соати 6 ба вақти Москва. Club German lesson will be a teacher or not? Yes, but not now. I don't know when I will start. یعنی айни замон мо сару кор ба забони англисӣ дорем ва забони туркӣ дорем ва дар ояндаи наздик шояд ки русиро сар кунем ва боз мебинем кадом забоне ки пеш омад оғоз мекунем. забони англисӣ паго соати 23 намешавад. хоб, як лаҳза, 23 Тоҷикистон мода 21 мешавад. 21 вақти забони англисӣ мо намедонам чӣ мешавад дар ин вақт. ё пеш ай дарси мо сар кунем ё ки баъд аз дарси мо сар кунем ва филм хубтар мешавад. яъне ҳозир соат масалан 10 шид, аллакай мо бояд эфира қатъ кунам, шумода 12 шид агар хато накунам. бинобар ин 12 шумода дер мешавад, агар 10 сар кунем мешавад, не ки 12 дар ҷои шумо дер мешавад. соати 7 намешавад. 7 пага соати рӯзи сешанбе соати 7 масалан, ё мо 8 мондагитон туғрия мешавад, яъне 8 масалан ба вақти Москва соати 6. Club, good teacher, good luck until tomorrow. Okay. забони англисӣ хай соати 8. бале, пага бега эълон мекунем ки забони англисӣ рӯзи сешанбе соати 6 ба вақти Москва эфир дорад. хуб, соати 6 ба вақти Москва, соати 8 ба вақти Тоҷикистон мешавад. хуб, муваффақу муайяду сарбаланд бошед. ташаккури зиёд барои иштирок ва дастгирӣ. Thank you for watching. хеле ки дар экран навиштеастай телефони мо. хуб, эфира қатъ мекунем дӯстон. баъд аз 5 сония эфира қатъ мекунем.